سلام و ادب. در مسیر بررسی و بازخوانی فیلم‌های حاضر در 43مین جشنواره فیلم فجر اینجا و اکنون قرار داریم که درباره فیلم اسفند صحبت بکنیم. فیلمی با نام قبلی قرارگاه نصرت به کارگردانی دانش اقباشاوی و از تازه ترین محصولات سازمان اوج. ریال اینجا به زور گیرمون میاد، دلار دینار همینطور ریخته تو دست و بال. چند تا خونه هم داری علی؟ قائد کی علی؟ قائد؟ نه قرار شهید بشید نه کسی رو بکشید، نه اسیر میشید نه اسیر. سمت ابتدای هور حرکت میکنیم. قبل از اینکه در مورد فیلم و جهان داستانی و اتفاقات اون صحبت بکنیم لازمه که یک مروری بکنم. میخوام به سالهای ابتدایی دهه 90 برگردم. یه نکته‌ای رو بگم که شاید جذاب باشه برای اونهایی که سینما دوست هستن. در سال 91 و 92 حدوداً سید رضا میرکریمی بعد از اینکه فیلم حب قندش درخشید دورخیزی جدی کرد برای حمایت از فیلمسازان جوان. 3 فیلم به تهیه کنندگی این کارگردان خوشنام به تولید رسید و 3 کارگردان فیلم اولی به سینمای ایران در مقطع حدوداً 1 ساله معرفی شدن و اگر اشتباه نکنم در 2 دوره متواتر جشنواره فجر هم رونمایی شدن این فیلم ها. یکی فیلم خسته نباشید به کارگردانی محسن قرایی بود که با همراهی افشین هاشمی اون فیلم کارگردانی کرد. یکی فیلم حق و سکوت به کارگردانی هادی نائیجی بود و دیگری فیلم تاج محل به کارگردانی دانش اقباشاوی. این 3 کارگردان جوان که هر 3 اولین تجربه کارگردانی خودشون رو با سید رضا میرکریمی پشت سر گذاشتن، در ادامه هر 3 کارگردان شاخصی شدن که 2 تای اونها در جشنواره همین امسال جشنواره 43 فیلم دارن. هادی نائیجی با فیلم متفاوت و احتمالاً پرحاشیه آنتیک در جشنواره حضور داره، فیلمی که کمدیه و احتمالاً در موعد خودش میشه دربارش صحبت کرد، و دانش اقباشاوی با فیلم اسفند. در مورد نفر سوم محسن قرایی هم که حتما آگاه هستید در ادامه مسیر فیلمسازی خودش تجربه به زعم من درخشانی به نام بی همه چیز رو به سرانجام رسوند و کارگردان بنامی در سینمای ایران شده. و این سابقه برای خود من حائز اهمیت بود که یک فیلمساز در مقطع حدود 1 دهه پیش روی 3 جوان سرمایه گذاری کرده و الان هر 3 جزء سرمایه های سینمای ایران هستن. اما دانش اقباشاوی که میخوایم در مورد فیلم صحبت بکنیم پیشتر از اون که وارد میدان کارگردانی بشه هم از چهره های به تعبیری ریشه دار در سینما ایران بود. او دستیاری کرده، او سالها با کارگردانان شناخته شده به خصوص احمد رضا درویش همکاری نزدیکی داشته. در پروژه بزرگ رستاخیز در کنار احمد رضا درویش سابقه دستیاری داشته و همین سابقه اون رو تبدیل به گزینه مناسب برای کارگردانی یک پروژه دفاع مقدسی و بیگ پروداکشن در مختصات متفاوت سینمای دفاع مقدس که سازمان اوج در 1 دهه اخیر پشتیبانش بوده قرار داد. این گزینه حالا فیلم اسفند رو به سرانجام رسونده. در مورد فیلم اسفند که شخصیت و کاراکتر اصلیش شهید علی هاشمیه، این نکته رو هم باید یادآوری بکنیم. در مورد علی هاشمی خیلی باید بخونید، خیلی باید بدونید. کاراکتری که به زعم من یکی از متفاوت ترین شهدای دفاع مقدس، بعد از شهادت ایشون سوء تفاهم و شائبه‌ای که در مورد ماهیت شهادت و مفقودیشون مطرح میشه حاشیه‌هایی رو برای خانواده‌شون به وجود میاره. مستند تماشایی نقطه صفر مرزی با همین موضوع میتونه کمکتون بکنه به آشنایی این شهید و بعدتر زمانی که پیکرشون به خانواده‌شون برگشت و به عنوان شهید پذیرفته شدن و همه اون سوء تفاهم‌های چند دهه‌ای که خانواده‌شون رو به شدت در معذوریت و اذیت قرار داده بود از بین رفت، موقعیت دراماتیکی رو از این شهید به وجود آورده. جشنواره امسال 2 فیلم با موضوع شهید علی هاشمی در دل خودش جای داده که این اتفاق قابل توجهیه
سابقه نداشته پیشتر که یک قهرمان واقعی با 2 روایت سینمایی در جشنواره حاضر باشه. امسال علاوه بر فیلم اسفند، فیلم اشک هور ساخته مهدی جعفری که با سرمایه‌گذاری سازمان سوره به سرانجام رسیده هم با موضوع علی هاشمی به روی پرده رفته. حالا در مورد اون فیلم هم میشه در جای خودش صحبت کرد و این 2 تجربه یعنی اسفند و اشک هور به زعم من به شدت قابل مقایسه خواهند بود و در موردش میشه گفتگو کرد که کدام یک چه امتیازاتی داره و کدام یک چه نکاتی رو کمتر مورد توجه قرار داده. اصلی ترین نکته‌ای که در مورد فیلم اسفند میتونم بهش اشاره بکنم که دانش اقباشاوی به نظرم با توان قابل توجهی در زمینه کارگردانی اون رو به سرانجام رسونده، اتکای بیش از اندازه به روایت بصری یک عملیاته. یعنی بیش از آنکه ما در فیلم شاهد پورتری از شهید علی هاشمی باشیم، روایت شکلگیری و اجرای یکی از مهمترین عملیات دوران دفاع مقدس یعنی عملیات خیبر رو در فیلم شاهد هستیم و چهره‌های متعددی از فرماندهان زمان جنگ در فیلم حضور دارن، چهرهشون رو می‌بینیم و گریم‌های به نظر من قابل توجهی هم دارن، چشم نوازه. ولی ماجرا این هستش که نقش علی هاشمی در طراحی و اجرای عملیات خیبر بر پایه حرکت در هور و پیشروی در هور که اتفاقی جسورانه و تصمیمی غیر مترقبه در فضای دفاع مقدس و جنگ رو در روی 2 کشور بوده، اینجاست که نقش علی هاشمی در فیلم پررنگ میشه و اساساً با توجه به اون اشاره‌ای که به سرنوشت علی هاشمی و ماجراهای بعد از شهادت ایشون داشتم، فیلم وارد مقطع چالشی، وارد مقطع دراماتیک داستان علی هاشمی نمیشه. یعنی اساساً فیلم با پیروزی عملیات خیبر به پایان میرسه زمانی که جزیره مجنون رو فتح میکنن رزمندگان ایران و اتفاقی که میفته فیلم اساساً وارد سقوط جزیره مجنون و مفقودی شهید هاشمی نمیشه. این اتفاقاً توی فیلم اشک هور بهش پرداخته شده و روایت میشه که حالا بعد از شهادت علی هاشمی چه گذشته و چگونه خانواده ها منتظر بازگشت اون بودن. من به این موقعیت داستانی خیلی ورود نمی کنم، منتها یک ویژگی هست که احساس میکنم که وقتی در مورد این جنس فیلم ها صحبت میکنیم، یعنی من در یک شمای کلی وقتی جریان پرداختن به شهدای شاخص رو در سینما ایران مرور میکنم، احساس میکنم که ما گام به گام هر چقدر که به لحاظ تجهیزات فنی و امکانات بصری داریم پیشرفت میکنیم، به لحاظ محتوایی داریم به عقب میریم. یعنی به همون اندازه که احساس میکنم که فیلم قریب تو محصولات خود سازمان اوج از فیلم مجنون جلوتر بود، به همون اندازه احساس میکنم که امسال هم میتونم بگم مجنون که سال گذشته در جشنواره با داستان زندگی شهید زین الدین به نمایش در اومد جلوتر از فیلم اسفند بود. این جلو و عقب بودن صرفاً به معنای سینمایی نیست، به معنای اینه که ما چقدر موفق شدیم یک قهرمان رو از دل تاریخ بیرون بکشیم و روی پرده سینما بیاریم. اجازه میخوام یه پرانتزی باز کنم، چون میدونم دارم با علاقه‌مندان هنرهای نمایشی صحبت میکنم، میدونم با اهالی کتاب باز آشنا به سینما و ادبیات صحبت میکنم و توی این پرانتز میخوام در مورد قهرمان صحبت کنم. وقتی صحبت از قهرمان پردازی میکنیم، وقتی صحبت از قصه گویی آدم بر مبنای آدم ها و چالش هاشون میکنیم، خیلی خیلی مهمه که بدونیم باید از کلیشه ها فاصله بگیریم. این کلیشه ها برآمده از اون تصوری هستن که احساس میکنیم که فیلم باید از شخصیت ارائه بده. به خصوص وقتی پای شهدای شاخص وسط میاد بسیار کار سخت میشه، هم در مرحله نگارش فیلمنامه، هم در مرحله روایت و کارگردانی و مشخصا بازیگری. خیلی سخت میشه که ما با شخصیتی غیر کلیشه‌ای مواجه بشیم و اتفاقا وقتی مرور میکنیم همین شهدایی که تا به امروز در سینما جان گرفتن، موفق ترین ها اونهایی هستن که از این کلیشه ها تا حد امکان فاصله گرفتن. من اینجا میخوام یه پیشنهادی بهتون بدم، البته که خیلی میتونست این دامنه پیشنهادات متنوع تر باشه، منتها به جهت قرابتی که بود و کتابی که در دست داشتم برای مطالعه گفتم یک یادآوری بکنم. ایوان کلیما
یک نویسنده چک هست که احتمالاً بیشتر به جهت کتاب‌ها و مباحث نظری که مطرح کرده شناخته شده باشه. من تا به امروز خودم 2 رمان ازش خوندم، یکی همین رمان قاضی و یکی رمانی به اسم قرب جوار که هر 2 رمان رو نشر ثالث هم منتشر کرده. اگر علاقه‌مندید به این که چطور میشه یک قهرمان رو با تمام چالش‌های درونیش جان ببخشیم، به صورتی که در مقطعی از روایت حتی مخاطب ازش متنفر بشه، در مقطعی از روایت مخاطب از دستش عصبانی بشه و در مقطعی از روایت مخاطب اون رو درک بکنه، به نظرم ایوان کلیما و جنس روایتی که از کاراکترهای داستانی خودش، تازه در مورد آدم‌های واقعی هم نیست، در رمان قرب جوار در مورد تردیدهای یک کشیش صحبت میکنه و اینجا در رمان قاضی هم در مورد تردیدها، ابهامات و نگرانی‌های یک قاضی در مواجهه با مفهوم متعالی به اسم عدالت داره صحبت میکنه. منتها کاملا شما در موضعی هستید که یک جاهایی میتونید این قهرمان رو محق بدونید، یک جاهایی اساساً بهش حق نمیدید، یک جاهایی محکومش میکنید و این که یک قاضی رو برای شما خلق میکنه که شما به راحتی میتونید قضاوتش بکنید، میشه توفیق یک اثر در خلق یک قهرمان ماندگار در ذهن شما. بخوام برگردم به دنیای سینما، میخوام بریم به یک دهه قبلتر، سال 94، جشنواره 34م و فیلم محمد حسین مهدویان ایستاده در غبار که رونمایی از اون یک اتفاق بود در سینمای جنگ و پرداختن به شهدای شاخص. احمد متوسلیانی در فیلم میدیدیم که ابایی نداشت کارگردان از اینکه اشاره بکنه که در برخی موارد به طرز غیر قابل منطق و پذیرشی عصبانی میشه و دیگران رو، یه سکانس خیلی جذابی داره از مواجهه با شهید وزوایی توی فیلم، یادتون میاد احتمالاً اگر مرور بکنید یا اگر بعد از صحبت‌های من برید دوباره فیلم رو ببینید. اتفاقی که اون فیلم رو موندگار کرد و تحسین همه طیف‌های منتقدان رو برانگیخت این واقعی بودن، گوشت و پوست داشتن این کاراکتر بود و اینکه همه چی میتونه برش مترتب بشه و احساسات متناقضی رو در مخاطب به وجود بیاره. برگردیم به فیلم اسفند. اسفند علی هاشمی تیزهوشی رو به تصویر در میاره که اساساً دوربین و راوی وارد دنیاش نمیشه. ما نمیتونیم بگیم که با دیدن علی هاشمی در فیلم اسفند میتوانیم شناختی از این کاراکتر پیدا بکنیم. منتها حق میدم اگر دانش اقباشاوی عزیز در مقام کارگردان خطاب به من بگه که اساساً مأموریت اسفند چنین نبوده. اسفند میتونه به عنوان فیلمی مرتبط با شکلگیری قرارگاه نصرت، طراحی عملیات خیبر و به تصویر درآوردن فرایند فتح جزایر مجنون یکی از فیلم‌های قابل توجه و تماشایی سینمای ایران باشه. منتها اگر بخوایم در قالب فیلمی به عنوان فیلم پورتره از یکی از شهدای مظلوم تاریخ معاصر از اون یاد بکنیم، به نظرم میاد که تجربه ناکامیه. در مجموع سینمای دفاع مقدس ایران سالهای مهمی رو داره سپری میکنه. اگر دفاع مقدس رو به عنوان یک ژانر بومی و تنها ژانر بومی سینمای ایران میشناسیم و درباره‌اش صحبت میکنیم، الان با ورود جدی نهادها شاهد جان گرفتن قهرمانان متعددی بر پرده سینما هستیم. اما چقدر این قهرمانان رو به خدمت دغدغه‌ها و مسائل امروز درآوردیم که باید در موردش فکر کنیم.